أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، شکر الله خوب و مهربان را که برای من و شما توفیق داده است و نصیب گردانده است که از این شبهای نورانی، از این لحظه های طلایی الحمدلله که استفاده میبریم. از این فرصت استفاده برده از خداوند عاجزانه مسئلت دارم. بار الله پروردگارا، به حرمت این لحظه های اجابت دعا و به حرمت این ماه شریف و به حرمت این دهه آخر که دهه آزاد شدن از جهنم و دوزخ است، پروردگار بار الله اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. پروردگار دشمنهای اسلام را خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگار حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگار بار الله از این بلاها، از آفتها و مصیبتها و مشقتها و از این وباهایی که امروز در روی عالم پهن شدن، تمامی برادران مؤمن و مسلمان ما را در حفظ امانت نگه بدار. پروردگارا وطن عزیز ما را زودتر از این وبا نجات بده. پروردگارا بیماری های ما را شفای عاجل کامل نصیب بفرما. برادرهایی که دعا پرسیدن، پروردگارا هر امید و آرزو و مراد و مقصدی داشته باشند به مراد و مقصد برسان. پروردگارا خاتمه ما را به خیر بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز بزرگوار، صحبت امروزه ما درباره جواب سوال‌های هست که دوستا برای ما فرستادن. انشاءالله بعضی از اونها را امشب جواب میگوییم. برادر عزیز سوال کردن که سلام علیکم داملای محترم، من یک جوان، من یک سوال دارم، التماس به سوال من جواب گویید. من پسر 14 ساله هستم و 3 سال می شود روزه ماه شریف رمضان را می گیرم. امسال 8 روز روزه گرفتم و بعد بیمار شدم. مجبور شدم به بیمارخانه رفتم و به من سوزندارو و دیگر داروها دادن. من مجبور شدم روزه ام را بخورم. من می خواهم بعد شفا یافتنم 1 ماه روزه بگیرم. آیا این روزه بعد رمضان گرفتم از طرف خداوند قبول می شود؟ اکنون دادر عزیز، وقتی که شما به سبب عذر، به سبب بیماری که شما اکال کرده یا اینکه دارو خورده، وقتی روزه را که خورده، شما بعد از ماه رمضان چند روزه که خورده بوده، فقط همون روزها را قضا گیره، چون که قضا گرفتن اون روزها برای شما فرض هستند. شما گفته 1 ماه روزه میگیرم، برای شما 1 ماه شرط نیست، چون که در ابتدا گفته که 8 روز روزه گرفته. 8 روزه که گرفته باشه 22 روز دیگر، اگر 30 باشه ماه رمضان، 22 روز دیگر اگر همه ماه خورده باشه 22 روز دیگر قضایی میگیره. انشاءالله از گردنتون ساقط است. شرط نیست برای شما 1 ماه گرفتن، فقط در نیت کردن، قضایی نیت کرده روزه گیره. انشاءالله رب العالمین از خداوند امید است که این روزه شما را به درگاهش قبول میگردانه و برای شما عفو میکنه، خداوند میبخشه. برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دامنو من یک سوال. یک زن حامله دار خواب میبیند، در خوابش میگویند تو دختر داری. نامش را آسیه مان. همین را داملو جان میگفتید معنای آسیه چیست؟ خداوند نگهبان باشد. اکنون برادر عزیز، آسیه این یکی از زنهای هست که خداوند در قرآن او را وصف کرده است. زن فرعون بود، از فرعون رو گردان، به حضرت موسی علیه السلام ایمان آورد و یکی از زنهای صالحه، یکی از زنهایی است که خداوند دعا کرد که پروردگار در جنت برای من یک قصر، یک خانه بنیاد کن. از زنهای صالحه است. اما معنای کلمه آسیه به معنای غمانگیز، غمگین میشه، انسان غمدار.
اگرچه معناش هم خوب نباشه، اما حضرت عاصیه خودش انسان خوب گذشته است. البته بعضی از دوستای خدا میگویند که نام گذاشتنش خوب است، چون که خداوند در قرآن وصف کرده حضرت عاصیه را. بعضی از اونها میگن که معنای خوب نداره، یعنی معنای غمگینی و غم انگیزی داره، یعنی این نام گذاشتن خوبی نداره. به هر صورت اول اینکه شما یعنی این خواهرمون در خوابش دیده است. خوابها اعتبار نیستن. وقتی انسان مثلا خواب میبینه که شخصیت در خوابش میگوید که فرزنددار میشه، پسردار میشه، فلان نامش کن، یا اینکه دختردار میشه، فلان نامش کن، این نام ها را گذاشتن شرط نیست. انسان میتونه کدام نام خودش دوست میداره، نام هایی که اسلامی باشن، نام هایی که معنای خوب داشته باشن، انسان میتونه که نام گذاره. شرط نیست که اون نامی که در خوابش دیده است و کسی براش گفته است که این نام گذار، شرط نیست اون نام گذاشتن. چی نامی که خودش انتخاب کنه گذاره میتونه. برادر عزیز، خب چه برادر عزیز سوال کرده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوملا یک سوال دارم. اگر سوره یکی سجده تلاوت دارد، خب در نماز بخوانی سجده تلاوت میکنی یا نه؟ خب برادر عزیز، آیت هایی که سجده تلاوت دارن البته وقتی در داخل نماز، در درون نماز وقتی انسان اون آیت خوان، البته در گردنش واجب میشه که در درون نماز سجده کنه. اگر در درون نماز که سجده نکرد، از نماز بیرون یعنی سجده هایی که در نماز خوندن اونها را سجده کرده نمیشه و انسان گناهگار میشه. طرز سجده کردنش این چنین است که انسان وقتی که در قیام است، مثلا آیت های سجده که در بین سوره هستند، وقتی خواند انسان الله اکبر میگوید، راست سجده میرود، 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوید، با الله اکبر میگوید، از سجده راست میخیزد و دوامی یعنی نماز دوامی همون رکعت خواندن میگیرد. مثلا همون یک رکعت است، اگرچه سجده تلاوت هم در بینش کرد، همون یک رکعت دوامش خواندن میگیره. بعد از اون وقتی بود کرد آیتش رکوع و سجده میرود. خب اگر آیت سجده در آخر باشه، مثلا مثل سوره اقرا بر این آیت سجده در آخر باشه، وقتی یعنی آیت سجده را خواند و الله اکبر گفت و بر رکوع رفت، انمو رکوعش از یعنی از سجدهش حساب میخوره و همو از گردنش ساقط میشه، به شرطی که بدیلش قصد کنه که همین یعنی انا رکوع من همو نیت کنه، قصد کنه بدیل که در همین رکوع همو آیت سجده من ساقط میکنم. وقتی به یگان است، وقتی آیت سجده را خواند و بر رکوع رفت، همو رکوعش هم از آیت سجدهش حساب میخوره برادر عزیز. بله، وقتی در درون نماز انسان آیت سجده را خواند، در گردنش واجب میشه باید در درون نماز سجده کنه. اما اگر در درون نماز سجدهش نکرد، بعضی از فقها گفتن که سجده سهو واجبش میشود، چون که سجده تلاوت واجب است، به ترک واجب سجده سهو واجب میشود. اگر سجده سهو نکرد نمازش درست نمیشه، نمازش از سر میخونه. خب برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوملای عزیز، خب بعد دوش کردن بدن عریان طهارت کردن ممکن است یا نه؟ بله برادر، وقتی انسان در درون حمام است، تنها هست، یعنی لباساش از بدنش بیرون، وقتی سر بدنش یعنی شستشو کرد، بعدی اون میتونه که طهارتی دست رو کنه، براش یگان مانعیتی نداره، یگان ضرری نداره. خب اینجا برادر عزیز سوال کرده. السلام علیکم دوملای عزیز، میگفتید که شب قدر در چندم روز ماه شریف رمضان است؟ اکنون برادر عزیز درباره شب قدر بین یعنی حدیث های جناب پیغمبر و بین محدث ها و بین فقها و علمای دین اختلاف است، چون که روایت ها مختلف آمدن. حدیث های هستند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یعنی در 10 روز آخری ماه رمضان شب قدر را جستجو کنه، در شب‌های طاقش، مثلا شب 21، شب 23، شب 25، شب 27 و شب 29. یعنی در این شب‌ها پیغمبر بزرگوار گفتن شب قدر را جستجو کنه. روز پیغمبر بزرگوار از خانه بیرون شدن، البته اصحاب دو شخصیتی به هم دیگر گفتگوزار داشتن، شاید بحث جنجال میکردن. وقتی جناب پیغمبر اونها را از همدیگر جدا گردوندن، بعد از اون گفتن حضرت که من میخواستم که شب قدر را برای شما یعنی بفهمانم، برسانم که کدام شب است، در گفتگوزار شما من فراموش کردم، اما شما در 10 شب آخر رمضان
شب قدر جستجو کنه، یعنی در شبهای طاقش. از حضرت عایشه مادر رضی الله تعالی عنها روایت است که این حدیث هم بخاری هم مسلم روایت کردن. حضرت گفتن کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا دخل العشر شد معذره و احیا لیله و ایقظ اهله. گفتن وقتی دهه آخری رمضان داخل میشد، یعنی 10 روز آخر وقتی باقی میمان، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم چقدر میانبند خود را محکم میبستند و شبهای اون 10 روز شب زنده داری میکردن و اهلشان را بیدار میکردن که این شبها یعنی شبهای شب زنده داری و عبادت هستند، باید شب زنده داری کنند. به این خاطر دهه آخر از فردا شب که شب 21 است، یعنی انسانهایی که طاقت دارن و قوت دارن، چی خوب میشه که هم شبهای طاق شه، یعنی شب زنده داری کنن. اگر انسان توانه 10 شب همش شب زنده داری کنه، اما از یعنی نتوانست انسانهای کارگر باشن، خسته باشن، اگر حرکت کنن که شبهای طاقش حد اقل عبادت داشته باشن. و در روایت که این حدیث مسلم روایت کرده است از حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه که حضرت گفتن که والله اینی لاعلمها و اکثر علمی هی لیلة التي امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بقیامها. گفتن قسم به نام الله که من میدانم شب قدر کدام شب است. شب قدر همون شبی هست که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم ما را امر کرده بودن برای شب زنده داریش، برای عبادتش کردن، برای عبادت کردن. حضرت گفتن هی لیلة 27. گفتن این شب 27 رمضان است. یعنی عادتا مردم ما که شب 27 شب زنده داری میکنن همچون شب قدر میدونن. البته غیر این روایت با روایت های هستن که یعنی برای شب 27 بودن، اما حضرت ابی ابن کعب گفتن که این شب 27 جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما را امر کرده بودن، یعنی شب 27 شب چی هست؟ شب قدر است. به هر صورت بین محدث ها اختلاف است. چی خوب میشه هر انسان یک توانایی داشته باشه، یعنی شبهای طاقی این یعنی دهه آخر رو شب زنده داری کنه، ان شاء الله که ثواب میگیره. خب اینجا یک خواهر اسلامی سوال کرده که سلام داملا، خب میگویند که با دعای پدر و مادر شوهر کنی خوشبخت میشوی. من با دعای پدر و مادر توی کرده شدم، خب لیکن خوشبخت نشدم، از شوهرم جدا شدم، این راست است؟ اکنون خواهر محترم شما یعنی غمگین نباشه وقتی که شما از شوهرتون جدا شده، فکر نکنه که این نشانه بدبختی شما. ان شاء الله که خداوند برای شما یگان شوهر دیگری نصیب میگردونه که بهتر از این شوهر تو و خداوند شما را خوشبخت میگردونه. شما فکر نکنید که فقط انسان باید در همون یک شوهر یعنی همیشه زندگی کنه، در یکم شوهر بعد از آن خوشبخت است. شاید در این جدا شدن شما چه حکمتی یعنی الهی هست که شما جدا شده. ان شاء الله شما با یک شوهر میایی که بهتر از اون است و از خدا امید است از پدر و مادر با دعا گیری از اونها خواهش کنید در حق شما دعا کنن، ان شاء الله دعای اونها شما را خوشبخت میگردونه. چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که 3 گروه مردم خداوند دعاشون قبول میکنه، یگان شکی نیست در قبول شدن این 3 گروه. یکی از اونها دعای پدر و مادر و دعوت الوالد علی ولدها، دعای پدر و مادر در حق فرزنداش است. به این خاطر از پدر و مادر خواهر محترم شما دعا بپرسه، ان شاء الله رب العالمین دعای اونها شما را خوشبخت میگردونه. خب جو برادر عزیز السلام علیکم داملا جان. خب سوال، الله وقتی که انسان را می آفرد شیطان را هم با او می آفرد، شیطان را دوزخی می آفرد. معلوماتی خب با وهمتر می دادید. الله دنیا و آخرتی مایه آباد کنه. جزاک الله خیر، سلامت باشی. اکنون برادرای عزیز، خداوند وقتی که حضرت آدم علیه السلام خلق کرد، این آدم علیه السلام بعد از همه مخلوقات خلق شده است. شیطان پیش از خلق کردن حضرت آدم علیه السلام بر روایت چند صد سال در آسمان ملائکه ها را درس گفته بود. یعنی یکی از عالم های یعنی جین ها بود که در عالم بالا ملائکه ها را درس میگفت. البته خلق شدن شیطان پیش از خلق شدن حضرت آدم علیه السلام است، اما سبب رانده شدن و سبب دوزخی شدن و
یعنی بدبخت و جهنمی گردیدن شیطان یعنی نافرمان برداری پروردگار بود که خداوند امرش کرد که آدم علیه السلام را سجده کن و شیطان سجده نکرد. چی گفت؟ من از این بهتر هستم، انا خیر منه. گفت من از این یعنی انسان از آدم بهتر هستم. گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. گفت ای پروردگار من از آتش خلق کرده و انسان از خاک خلق کرده، یعنی من آتش از خاک بهتر است. گفت تکبری کرد، یعنی مغرور شد. بعد از اون خداوند او را یعنی راندش کرد، مردودش کرد، از درگاهش ابدی ملعون و محرومش گردانید. یعنی شیطان بعد از خلقت آدم علیه السلام وقتی سجده نکرد، البته سجده حرمت بود، سجده عظمت نه، سجده کرامت بود، سجده احترام. وقتی سجده نکرد بعد از اون خداوند از درگاه شیطان لعینه محروم گرداند و از درگاهش یعنی راندش کرد، سرش کرد. البته تا اون لحظه را شیطان یکی از یعنی بنده های قریب خدا بود، معلم ملائکه بود، آسمان ملائکه ها را درس می گفت. یعنی شیطان پیش از حضرت آدم علیه السلام خلق شده است. برادر عزیز، خب اینجا یک خواهر محترمه سوال کرده که سلام دامولا، خب میگویند که اگر شوهر خود را زن دویم تین ثواب میگیرین، التماس در همین باره کمی هم باشد میفهموندید. خدا نگهبانتون باشه برادر، سلامت باشی خواهر محترمه. اکنون او حالت داره که شوهر انسان زن میدهد، در حالت صورتی که و یعنی زنش خودش یگان عیب کمبودی داشته باشه، کودک نمییابه، یا اینکه یعنی شوهرش قناعتمند کرده نمیتونه، حوصله و خواهش زیاد نداره، در این حالت ها و صورت ها بعد از اون انسان میتونه یعنی دختر میتونه که شوهرش زن دهه و اینم حالت شوهر را نگاه کردن در کار که آیا اون شوهر یعنی عدالت کرده میتونه یا نه، یعنی دو زن یک نگاه کرده میتونه یا نه، اونها را تعلیم کرد یعنی تأمین کرده میتونه یا نه. این حالت هم با نگاه کردن در کار. البته وقتی این نشانه زنهای جنتی است که وقتی یک زن یعنی شوهر خود را با زن تیه رشک نداشته باشه، یعنی بخیلی و حسد نداشته باشه و یعنی زن تیه، این نشانه جنتی بودن اون زن است. و گفتیم که حالت هم نگاه کردن در کار که اون زن خودش یگان عذری داشته باشه که شوهرش قناعتمند کرده نمیتونه یا اینکه کودک نمیابه. به خاطر این اگر شوهرش زن تیه انشاءالله که ثوابی کلان میگیره. خب برادر سوال، السلام علیکم داملای شیرین سخن، یک سوال داشتم. ما در خانه 4 یا 5 نفر با جماعت نماز میخونیم، ثوابی که در مسجد میگیریم همون قم میگیریم. خب اگر با جماعت خانی امام و همه یک خیل ثواب میگیرن. الله مهربان نگهبانتون باشه، سلامت باشه برادر عزیز. نماز جماعت البته درجهش جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک روایت گفتن 25 درجه زیادتی است بس نماز تنها گذار. در روایت دیگر گفتن که نماز جماعت و نماز تنها گذار 27 درجه است. مثلا اگر انسان یک رکعت نماز تنها خانه یک ثواب گیره، پیغمبر بزرگوار گفتن یک رکعت نماز به جماعت 27 ثواب داره، یعنی که زیادتی است. و سوالی که شما داده که در مسجد، البته مسجد رفتن فقط انسان در قدم زدن راه مسجد یعنی در هر یک قدمش ثواب حسنه می نویسه. اما امروز که مسجدها محکم هستند یعنی رخصت نیست برای مسجد رفتن، در این صورت انشاءالله وقتی شما در خانه جماعت خوانده انشاءالله که درجه هم ثواب مسجد میگیره، ثواب نماز جماعت میگیره. و این سوال دومی که گفته آیا امام و قوم همه یک ثواب میگیرن؟ البته یک ثواب نمیگیرن. امام ثوابش زیادتر است چون که وی امام است، وی قرائت داره، وی تکبیری بلند میگوید و مردم به وی اقتدا میکنن. البته ثواب امامتی با نسبت به یعنی ثواب قوم زیادتر است برادر عزیز. خب اینجا برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملا جان، یک سوال دارم. غیر از ماه شریف رمضان با کدام روزها روزه گرفتن ممکن؟ پیشکی رحمت، سلامت باشه. خب برادر عزیز، بعد از ماه شریف رمضان یعنی روزه دوشنبه و پنجشنبه که از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که روزه می گرفتن
و غیر از این از هر یک ماه روزه گرفتن از 3 روز جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم سنت گفتند، یا یک روز اول، یک روز بین، یک روز آخر گیری، یا اینکه 3 روز اول شگیری، یا اینکه 3 روز بین شگیری، یا اینکه 3 روز آخر شگیری. از هر یک ماه 3 روز روزه گرفتن هم جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم سنت گفتند. در روایت گفتند هر انسانی که یک روز به خاطر خدا روزه گیره، پروردگار او را چند صد سالها یا چند سالهای زیاده از آتش دوزخ و دور میگردونه. یعنی فضیلت ثواب کلان داره. انسان میتواند که کدام روزه را، یعنی همچون روزه نفل نیت کنه گیره. بهترینش روزه دوشنبه و پنجشنبه اگر انسان گیره بهتر میشه برادر عزیز. خب چه برادر سوال کرد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای عزیز، من یک سوال دارم. موی سری فرزند را کم کرده به مقدارش چند سامانی باید سپارم؟ فرزند من 10 ماهه شده است. خب من نو فهمیدم که سپاریدن در کار، همین کار حقیقت دارد؟ بله برادر عزیز، این کار حقیقت دارد. موی سر کودک اصل انسان تا 7 روزگیش باید یعنی گیره. بعد از یعنی 7 روزگی تا 14 روزگیش تا 21 روزگی باید گیره. اما وقتی شما نمیدونسته و نو میخواهی که گیره، اکنون برادر عزیز سنتی همین است که البته برای انسان‌های دارنده هست. انسانی که شرایط داره برای او سنت است که کودک وقتی که تولد شد تا 7 روزگیش سر وی تراشه و به مقدار وزن موی سرش طلا یا نقره صدقه کنه. البته قیمت طلا یا قیمت نقره که امروز ارزشش پستر است. انسانی دارنده طلا را بهتر حساب میکنه. کودک نو شده هم 1 گرم 2 گرم نداره. هم 2 گرم باشه اگر یعنی قیمت هوای چند سو میشوه، یعنی همون قسم انسان صدقه میکنه، ثواب داره، انشاءالله که ثواب میگیره. این فایده هاش جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن، گفتن که به خاطر بینقص آمدن سالم آمدن همون کودک است. البته در حقش وقتی صدقه میکنی خداوند به سبب او کودک از یعنی دردها و دردمندی ها و از ناراحتی و غمگینی ها و بیماری ها خداوند نگهش میدارد. خب چه برادر حساب کرده. السلام علیکم داملا، خداوند از شما راضی باشد. داملا اگر نماز خفتن را در وقت خب روزگیری ساعت 1:20 خوانیم ثوابش بسیار است یا در وقت خودش، یعنی ساعت 22:30؟ اکنون برادر از بهترش همینه که بر وقتتر خونه شما نماز خفتنه و وقتی که نه 1:20 که شما گفتین اون لحظه نماز تهجد خونه، نماز شب خونه، با براتون اون بهتر میشه. اگر نماز خفتن چقدر دیر خونه و از یعنی ثواب قیام لیل نماز شب خودتون محروم گردونه، قدر انسان فایده نمیکنه. بهتر میشه که شما یعنی در اولی وقت ساعت 22:30 که وقت نماز خفتن در آمده باشه، شما خفتن همراه تراویح خانه. بعد از اون شب که یعنی ساعت 1:20 توانسته نماز تهجد خانه، نماز قیام لیل، نماز شب نفل خانه، براتون بهتر میشه. 2 رکعتی نفل یعنی نیت کردن میگیری چقدره که زور درسه، ان شاء الله که اون هم ثوابی زیاد داره برادر عزیز. خب برادر سوال کرده که سلام علیکم داملای عزیز، سوال من چنین است: اگر در بامداد حاضر شویم فرض خوانده ایستاده اند، ما اول سنت را بخوانیم یا با جماعت داخل می شویم؟ خب و در حق ما بچه های غریب دعاگو باشین. خداوند در حفظ امانش نگهبانتون باشه برادر عزیز. خب اگه وقت انسان میاد که نماز جماعت خوانده ایستاده اند، انسان ببینه حالت امام. اگر امام قرائت دراز یعنی سوره های دراز خوانده ایستاده باشه، در این صورت ابتدا اول سنت چه میخونه، بعد از آن به جماعت اقتدا میکنه. اگرچه 1 رکعت نماز هم به جماعت دریا کنه، یعنی انسان اول سنت چه میخونه و بعد از آن به جماعت اقتدا میکنه. اما اگر ببینی که سوره های کوتاه خوانده ایستاده، یعنی سوره های پایان میخونه امام، اگر سنت خوانی جماعت دریا نمیکنی، در این صورت انسان سنت ترک میکنه و به جماعت فرض میخونه. وقتی که فرض خون، بعد از فرض دیگه سنت خوانده نمیتونه، چون که وقتی سنتی بامداد پیش از فرض است. وقتی که اومده همین حالت باشه، اگر یعنی اگر وقت باشه، اگر شما توانه
سنت میخونه، بعد از اون به جماعت اقتدا میکنه. اگر یعنی دریا کنه، اگر دریا نکنه و یعنی امام سوره کلته میخونده باشه، در این صورت سنت ترک میکنه و به جماعت فرض میخونه. برادر سوال کرده سلام علیکم دوملا، خب من سوال دارم، آیا بعدی غسل جنابت باز طهارت کردن لازم است برای نماز خواندن یا با همون غسل نماز خوانیم درست است؟ برادر عزیز، به همون غسل، وقتی انسان غسل جنابت کرد البته طهارت میکنه، طهارت که کرد به همون غسل جنابت قطعی انسان میتونه که نمازهاش خوانه. البته بعضی از فقها گفتن مستحب است، بهتر است که انسان از سر طهارتی نکنه، اما حاجت ضرورت نیست، انسان میتونه که به همون یعنی طهارت غسل جنابتش قطعی نماز خونه. اما اگر طهارت کنه و براش بهتر است، ثواب میگیره، چون که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که طهارت بالای طهارت، نور بالای نور است. انسان طهارت داره، بود بالاش طهارت میکنه به خدا قریب میشه. این فقها قربت الله میگویند، به خدا قریب شدن. انسان یعنی طهارتی نو که کرد، البته در طهارت به هر قطره آبی که از دست انسان میریزه، از روی انسان میریزه، از پاهای انسان میریزه، به قطره های او خداوند گناه های انسان رو میبخشه و درجهش بلند میکنه. با این خاطر طهارتی نو کنه براتون بهتر است. اما طهارت هم که نکنه، به همون طهارت غسل میتونه که نماز خونه. خب دوم سوال، در وقت طهارت کردن دهان را غرغره کرد و کمی آب فرو برد، روزه اش میشکند یا نه؟ بله برادر عزیز، وقتی که در حلق انسان آب داخل شد، یعنی فرو رفت آب، اگرچه خطااً هم باشه، خطاگی هم باشه، البته روزه وی میشکنه، بعد از رمضان یک روز قضایی میگیره. خب السلام علیکم حضرت، پدر و مادر من از دنیا گذشته اند، خواهش میکنم حضرت یک توصیه تین، من چیکار کنم که ارواح آنها از من شاد باشد؟ خداوند شما را از کل آفتها در امانش نگه دارد، آمین آمین. سلامت باشید برادر عزیز. خب اکنون شما حرکت کنید، در حقشون دعا کنید، اونها را همیشه یاد کنید. وقتی که من و شما نماز میخونیم، در آخر نماز میگم اللهم اغفر لی و لوالدی، همین دعا هست در حق ویها. ای پروردگار، گناه های من و گناه های پدر و مادر من مغفرت کن. وقتی در حقشون دعا میکنی، ان شاء الله روح از شما شاد میشه. و وقتی شما هر عملی خوب کرده، هر عملی نیکی که کرده، از اون عملهای شما را، البته حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حضرت انس ابن مالک که این حدیث امام احمد روایت کرده است، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفت که ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم و عشائرکم من الاموات فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. قصه کوتاه که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که هر روزه عملهای شما را در نزد روح پدر و مادر شما نمایان میکنن، عرض میکنن، یعنی پیشنهاد پیشکش میکنن، نشان میدهند. اگر عملی خوب باشن اونها خرسند میشدن، یعنی شکر میگفتن، دعای خیر میکردن. اما عملی بد باشه غمگین میشدن و دعای هدایت میکردن. به هر صورت شما برادر عزیز در حقشون دعا کنه که کدام وقتی که توانسته، شب باشه یا روز باشه، 2 رکعت نماز نفل خانه، ثوابش در حقشون ببخشه، یا یگان ورق قرآن خانه، چند آیتی که از یاد حفظ میدونی اونها را خانه، ثوابشون در حقشون بخشه، ان شاء الله رب العالمین روح اونها شاد میشه. و شما 5 وقت نماز خونه برادر عزیز، در 5 وقت نماز در حقشون دعا میکنه. وقتی گفتی اللهم اغفر لی و لوالدی، ای پروردگار گناههای من و گناههای پدر مادر من مغفرت کن، اونها ان شاء الله که روح از شما شاد میشه برادر عزیز. خب السلام علیکم داملای عزیز، التماس بگویید که هنگام سجده کردن بغیر از سبحان ربی الاعلی می توانیم یگان ذکر دیگر بگوییم؟ مقصد من می خواهم در سجده زیاد بایستم و سرم را دیر بردارم، یا در فرض باشد یا در نماز نفل. اکنون برادر عزیز، شما در حالت نماز فرض خواندن اگر تنها باشه می توانه در سجده 3 بار نه، یعنی 5 بار و 7 بار و 9 بار و 11 بار سبحان ربی الاعلی گوی. ذکر را زیاد گفتن ضرر نداره. بعد از اون البته دعاها از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم ثابت شدگی هستند که حضرت در سجده یعنی دعا میکردن.
این حدیث است که حدیث مسلم روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. حضرت میفرمایند که خب کان یقول فی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول فی السجود اللهم اغفر لی ذنبی كله دقه و جله خب و اوله و آخره و علانیته و سره. حضرت دعا میکردند که پروردگار تمام گناههای آشکار و پنهان و یعنی میده و کلان همه گناههای من مغفرت کن. حضرت دعا میکردند. و در روایت دیگر که این حدیث هم حدیث صحیح است که ابن ماجه این حدیث روایت کردند، فرمودند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم وقتی سجده میکردند و میگفتند 3 بار سبحان ربی الاعلی، 3 بار سبحان ربی، چی نوعی که عادتا ما میگوییم این میگفتند. و در روایت دیگر که از حضرت عایشه مادرم روایت حدیث مسلم است، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که در سجده در رکوع و سجده می بودند بعد از تسبیح ها میگفتند که سبوح قدوس رب الملائکه و روح، یعنی این ذکرها را میگفتند. شما هم می توانید که این ذکرها را سبوح قدوس رب الملائکه و روح اینها را گویید که اللهم اغفر لی ذنبی كله دقه و جله و اوله و آخره و علانیته و سره. یعنی کدام دعاهایی باشه می توانید شما از یاد کنید و بهترش در نمازهای نفل شما سجده کنید، یعنی دعا کنید در سجده، چون که در مذهب خودمون در نمازهای فرض سنت فقها نهی کردن، یعنی معا داشتن دعا کردن. در نماز نفل، در نماز شب یعنی اجازه دادن که انسان میتواند که در سجده دعا کند. خب اینجا خواهر اسلامی سوال کرده: سلام علیکم دوملای محترم، التماس جواب تین. من زن هستم، 6 سال باز آیله دار اما فرزند ندارم. میخواهم یگان کس را به فرزندی گیرم اما مردکم راضی نیست. میخواهم مردکم زن دویم گیرد اما نمیگوید. خب خدا حالی میتیه میگوید خیلی یک دیگر را دوست میداریم، در غریبی هستیم. خب هر سحر بعد بامداد شما را گوش میکنیم. خب چیکار کنیم؟ خب از یتیم خانه گیریم یا از خیش و تبار فرزند؟ خب کدامش خوبتر است؟ التماس یگان خب راهش را نشان میدادید. من 32 ساله هستم، 23 ساله هستم، مردکم 32 ساله. خداوند از شما راضی باشد. اکنون خواهر محترم شما جوان بوده، ان شاء الله رب العالمین از خداوند امید است که شما را پروردگار فرزنددار میکنه، یعنی دل خسته و دل شکسته نباشه. اما وقتی که شما فرزندگیر شده بهترش که اگر یعنی دختر گرفتنی باشه از خیش تبار شوهرتون بگیری، یعنی اپا و خواهر شوهرتون بگیری تا اینکه با شوهرتون محرم باشه، چون که ویها کلان شدن. وقتی دختر به بلاغت رسید اگر بیگانه باشه شوهرتون دیگه دیده ویا نمیتونه. اما پسر گرفتنی باشه از خیش تبار شما کلن گیره، یعنی از اپتون خواهرتون گیره. بله ان شاء الله از خداوند امید است که شما حال جوان بوده. ان شاء الله از خداوند امید است که خداوند برای شما در آینده فرزند میده. فرزند خداوند برای شما فرزندی صالح نور چشم خداوند نصیبتون بگردونه. خواهر محترمه، خب چه برادر سوال کرده: سلام علیکم دوملا. خب سوال چونین است: وقتی ما سمع الله لمن حمیده میگوییم طاقه خان باشیم ربنا لك الحمد میگوییم یا نه؟ ضرور است. بله برادر از وقتی طاقه خان باشی سمع الله لمن حمیده ربنا لك الحمد میگویی. وقتی قوم باشی امام سمع الله لمن حمیده گفت قوم ربنا لك الحمد میگویند. تنها گذار هر چه یک جای میگوید، یعنی سمع الله لمن حمیده ربنا لك الحمد هر دش رو یک جای میگه. شما اینجا نادرست نوشتیم، یا خواهش میکنم که بهترش که یعنی خوبتر یاد گیری. نادرست نوشتگی است شما این جمله را. خب اینجا والله اعلم یگان زنی باشه، خواهر اسلامی باشه، سوال داده که سلام علیکم بابای دوملا،
من یک زنی کودکدار را یاردم میکنم ولی او روزدار است لیکن نماز نمیخواند. من ثواب میگیرم یا نه؟ التماس جواب تین. بله خواهر محترم، وقتی شما به خاطر خدا و یاردم کنید هر کاری باشه و نماز نمیخونه، در نزد خداوند خودش جوابش میگوید و آهسته آهسته شما و دعوت کنید، دعوتی به نمازش کنید و امرش کنید تا اینکه نماز خونه، چون که نماز این از همه بهترین عبادت ها هست. نماز عملی هست که یعنی خداوند در یک روز به بندهش 5 بار صحبت میکنه در نماز. وقتی من و شما یعنی سوره الحمد میخونیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای پروردگار من ترا عبادت میکنم، از تو یاردم میپرسم. یعنی که وقتی سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک، ما پروردگار یعنی به خوبی و به نیکی یاد میکنیم، در این همه به خدا صحبت میکنیم. یعنی اون خواهر اسلامی باشه، اون زن دیگر شما نصیحت کنید، دعوت کنید و آهسته اهل نماز کنید، نماز خوانش کنید، ان شاء الله ثواب میگیره. اگر گفته شما را وای گوش کنه و نماز خوان شوه، ان شاء الله در هر وقت نمازی که وای نماز میخونه شما در ثوابش شریک هستید، در ثوابش خوش هستید. اما شما یاردم کردن گیری و ان شاء الله رب العالمین شما ثواب میگیری، خداوند برای شما ثواب نصیب میگردونه. خب السلام علیکم و رحمت الله. استاد جان خداوند بازم علمتون زیاد گردانه. سوال: آیا اهل جنت با اهل جهنم هم صحبت می شوند یا نه؟ اگر بله پس چی طور صحبت می کنند؟ التماس انتظارم. خافی امان الله. سلامت باشه برادر عزیز. بله، جنتی ها در روز یعنی در آخرت در جنت با دوزختی ها یعنی به گناهگارها به جهنمی ها همدیگر را دیده و صحبت میکنند. شاید این سخن اگر 20 سال پیش می بود تعجب آور بود، اما در این شب و روز من فکر میکنم که این تعجب آور نیست. به چه خاطر؟ به خاطر که امروز این تلفن ها و دیگر اسباب های برآمدن که همدیگر یعنی از این لوی دنیا با یعنی دیگر شهرهای دور همدیگر را دیده و صحبت میکنه. شاید در آخرت هم در جنت هم خداوند این یعنی منظره ها و این چنین حالت ها را بیان کنه، چنین حالت ها نمایان کنه که اهل جنت یعنی اهل جهنم و دوزخ را دیده یعنی به هم دیگر صحبت کنه. اینها برادر از در آیات های قرآن آمده هستند. در سوره اعراف آیت یعنی 44 الله رب العالمین فرماید که و نادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. صدق الله العظیم. رب العالمین فرماید که خب فریاد میکنن از اهل جنت اهل دوزختی ها را، یعنی جنتی ها با سوی دوزختی ها فریاد میکردن این که ما به تحقیق یافتیم آن چیزی را که پروردگارمون برای ما وعده کرده بود که حق بود. او یعنی خداوند ما را امر کرد که عبادت و بندگی کنه، من شما را جنت میبرم، همه خوشی های آخرت نصیب میگردانم. آیا ای دوزختی ها شما را اون چیزی که خداوند برای شما وعده کرده بود که گناه نکنه، نافرمان برداری نکنه که عذاب است، آیا شما همون عذاب خدا را یافته؟ اینها میگفتن آره میگفتن ما هم اون عذاب پروردگار را یافتیم. این آیت خودش دلالت داره که یعنی جنتی ها با دوزختی ها با هم دیگر صحبت میکردن. در سوره مدثر هم خداوند میفرماید که این از خب آیت 43 تا آیت 47 هست. رب العالمین میفرماید که وقتی جنتی ها با دوزختی ها صحبت میکردن میگفتن ما سلککم فی سقر، میگفتن آیا چی چیز سبب شد که شما یعنی دوزختی گردیده، چی چیز شما را در دوزخ داخل گردان؟ قالوا لم نکن من المصلین. دوزختی ها میگفتن که ما از جمله شخصیت های بودیم که نماز نمیخوندیم، یعنی که در دنیا نماز نمیخوندیم و گفته خدا را به جا نمی آوردیم و انسان های مسکین کمبغل دستگیری نمیکردیم، یاردم نمیکردیم و یعنی کار ما مسخره بازی و یعنی گناه و راهی بد رفتار بود. روزی قیامت باور نداشتیم. امروز یعنی اون همه عذاب و همه را امروز دیده سادیم، در اصل به بالای ما را آمد. این آیت هم دلالت داره که یعنی
جنتی ها با دوزختی ها صحبت میکردند. در آیت دیگر یعنی خداوند میفرماید که دوزختی ها با سوی جنتی ها فریاد میکردند که از همون طعام ها و از همون شراب هایی که خداوند برای شما داده است برای ما کمی بفرسته، برای ما روانه کنه. جنتی ها میگفتند که خداوند اینها را برای شما حرام گردانده است. یعنی که جنتی ها با دوزختی ها برادر عزیز خداوند حالت همدیگرشون نشان میداده است، یعنی به همدیگر صحبت میکردند. اینجا برادر از سوال کرده که سلام علیکم دامنای محترم. خب این برادر از شهر سنت پترزبورگ خواهش کرده که درباره حجامه کمی روشنی اندازید. دامنا جان مادرم بیمار است، در حقش دعا کنید، الله شما راضی باشد. خداوند مادر محترممون شفای عاجل کامل نصیب گردونه. برادر عزیز سلامت باشه. حجامه البته این یک نوع طبابتی هست که از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. پیغمبر بزرگوار وقتی که از شب معراج رفتن در اون عالم بالا، میگه گروهی ملائکه به سویش میگفتن که ای محمد صلی الله علیه و سلم همین حجامه را برای خودت و برای امتات ضرور بدون. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن حجامه به همه دردها را شفا هست. بعضی فایده های حجامه را گفتن که انسان یعنی فراموش خاطری انسان دور میکنه و ذهن انسان خوب میکنه و یعنی خستگی و شلپری انسان دور میکنه. یعنی فایده های زیاد داره. حتی انا برای انسان هایی که سحر و جادو دارن، جین در بدنشون دارن، برای اونها را یعنی میفرمایند که حجامه کردن فایده های زیاد داره. البته حجامه را انسان های باشن که با توانند حجامه کردن، یعنی امروز حجامه‌گرها زیاد هستند اما اکثر اونها نمیتوانند، خود آموز هستند. انسان هایی که علم حجامه را داشته باشند اونها حجامه کنن بهتر میشه. سنتی برای حجامه کردن پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که روزهای 17 و 19 و 21 ماه‌های اسلامی است. مثلا این ماه رمضان بود، روزی یعنی 17 ماه، روزی 19 ماه و روزی 21 ماه هر انسان که حجامه کنه براش بهتر است. و حجامه انسانی که یعنی معذور است و بیمار است، انسان میتونه که در روزهایی که روزهای رخصتی داره، همون البته با روزهایی هست در حجامه که معنی هستند، همون روزهای رخصتیش حجامه‌گرها خوبتر میدونن. نزد یگان حجامه‌گر خوب یعنی مراجعت کنه، ان شاء الله که برای شما میفهمونن. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن علیکم بالحجامه، گفتن بختونم حجامه را ضرور بدونید فانه شفاء لکل داء، زیرا اینکه گفتن حجامه به همه دردهای شما را شفا است، یعنی به همه دردهای بدنی انسان حجامه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن شفا است. البته یگان حجامه‌گر خوب بیاوه حجامه کردن این سنت جناب پیغمبر است. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دائمی حجامه میکردن، از سر مبارکشون، از پشتشون، از بین یعنی شانه های پشتشون، ارقنشون، یعنی حضرت حجامه میکردن. حجامه خون گرفتنه که امروز عادت است، الحمدلله اکثر مردم میدونن. چه برادر از سوال کرده السلام علیکم داملای عزیز، سوال من چنین است: در حق بابا و بیبی یا پدر و مادر گذشته چه خیل نیت کنیم و چند رکعت نماز خوانیم و چه خیل ببخشیم؟ رحمت بر جواب. برادر عزیز اون از همت تو میبره. انسان میتونه 2 رکعت نماز نفل اقتدا کنه، 2 رکعت نماز نفل، یعنی نفل گفته اقتدا میکنه، نماز نفل میخونه. وقتی نمازش که تیار کرد دستاشو میبرداره دعا میکنه، میگه پروردگار ثوابی همین نماز نفل منه بر روح پدرم باشه، مادرم باشه، بابا و بیبیم باشه، کدامش باشه، یعنی ثوابش در حق اونها میبخشه. ان شاء الله که ثواب اونها رو میرسه. اینجا برادر از سوال کرده السلام علیکم داملای محترم، خداوند از شما راضی باشد، آدم قرضیدار خیرش قبول است یا نه؟ التماس جواب میدادید. خدا از شما راضی باشه. سلامت باشه برادر عزیز. البته انسان قرضیدار صدقه کند، خیر کند، درست می شود، اما براش بهتر است که قرضش را ادا کند، چون که قرض این یک چیزی است که حق العباد است، حق بنده های خدا است. از سخاوت کردن، از خیر کردن براش بهتر است که قرض ادا کنه، چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث هاش هستن که وقتی شخصیت وفات میکرد در جنازه، وقت پیغمبر بزرگوار حاضر میشدن، میپرسیدن، میگفتن آیا این انسان قرضیدار هست یا نه؟ وقتی میگفتن قرضیدار نیست حضرت جنازه‌ش میخوندن، اما وقتی میگفتن قرضیدار است
حضرت به سوی اصحاب میگفتن شما جنازش خونه، من جنازش نمیخوانم. حتی بار چنین یعنی حالت در حاضر شدن، حضرت گفتن که آیا قرضی دار است؟ شخصیت گفتن نعم یا رسول، گفتن آره قرضی دار است. جناب پیامبر گفتن من جنازش نمیخوانم. حضرت علی به گردن گرفتن گفتن یا رسول الله قرضی را من ادا میکنم، شما جنازش خانه تا اینکه از شفاعت شما محروم نمانه. یعنی که انسان قرضی داره جناب پیامبر صلی الله علیه و سلام جنازه نمیکردن. حتی روایت است که انسان های قرضی دار در قبر دست پای اونها زنجیر بند هستند تا ادای قرض، یعنی در عذاب هستند. به این خاطر انسان باید حرکت کنه، انسان قرض دار که اول قرضش ادا کنه. دوستای خدا، عزیزای خدا میفرمایند که انسان قرض دار باید طعام روغنی نخوره، چقدر یعنی که احتیاط کنه، یعنی جمع کرده ابتدا اول قرضش ادا کنه، چون که قرض این حق بنده خدا، خداوند حق خود را میبخشه اما حق بنده هایش را نمیبخشه. برادر عزیز، خب سلام علیکم بابای داملا، خداوند عمری دراز پرفیض و برکت نصیب کند، آمین. یک سوال داشتم. من با خب ناوشنیک امر معروف گوش میکنم، کار میکنم، آیا این درست است؟ التماس جواب گویید. بله برادر، از امر معروف وقتی شما در دوام امر معروف باشه یا تلاوت قرآن باشه به اهمیتی نکنه و یعنی با یگان کس صحبت نکنه، در این صورت وقتی که گوش کنه ضرر نداره. انسان یعنی از یک جانب گوش کردن گیره و از جانب دیگر چیکار کند، یعنی کار کردن گیرد، این براش معنی است، این براش یعنی که اجازت درست است. برادر عزیز، خوب میشه در وقتی کار در کدام حالتی هم باشه انسان میتونه که گوش کردن گیره و از یک جانب کار کردن گیره. و صلی الله تعالی علی خیر خلق. آخر دعوانا الحمد لله.